به نام خدا. میخوایم عدد 2 و 1/5 رو روی محور نشون بدیم. برای این کار میایم میگیم که 2 عدد کنار کسرم 2 هستش. این 2 رو روی محور مشخص میکنم، اینجاست. خب الان میخوایم کسر رو مشخص کنیم. 2 تموم شد، 2 رو مشخص کردم. 1/5 رو میخوام مشخص کنم. میگیم 1/5 بعد 2 هستش دیگه. تا 2 اومدم، حالا پس 1/5 بین 2 و 3 هستش. الان بین 2 و 3 رو من چند قسمت کنم؟ از کجا میفهمم؟ از مخرج کسر. یعنی مخرج کسر به من میگه که بین عددهامو چند قسمت کنم. خب چند قسمت باید بکنم؟ 5 قسمت. برای اینکه بین عددها رو 5 قسمت کنم باید 4 تا از اون خطا بذارم. درسته؟ ببینید اینجا 1 2 3 4. الان شد 5 قسمت. ببینید 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 قسمت. الان خب 5 قسمت شد. من 2 رو مشخص کرده بودم. این صورت به من میگه که چند تا برم جلو. از اون جایی که عددم مشخص کردم چند تا برم جلو. من 2 رو مشخص کرده بودم. یه قسمت میرم جلو. یه دونه از اون قسمت‌های ریزی که مشخص کرده بودم میرم جلو. پس دقیقاً فلش میفته اینجا. یعنی این فلش الان عدد 2 و 1/5 رو نشون میده.